السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا. سوال: اگر شخص زنی به طلاق را با زنی گیرد و فرزند دار شود و تا آخر عمرش با همان زنی به طلاق زندگی کند و با فرزندای این خویشی کردن ممکن است یا نه؟ یعنی کلین گرفتن یا داماد گرفتن. التماس جوابش را پره بر ما گویید. یک مرد زنش را طلاق میدهد، بازگشته همین زنی طلاق کردگی را زنی کردن میگیرد. از این فرزندا به دنیا میآید، دختر میاد، بچه میآید. این برادر سوال کرده است دختری و یک کلین گرفتن، بچه او را داماد گرفتن درست است یا نه؟ راستی بار خیلی جای بیناموسی است، جای از خدا ناترسیدن است که انسان زن طلاق شده را بازگشته زنی کردن میگیرد. مقصد وقتی که تو طلاق کردی مراجعت کن در مرکز اسلامی. اگر راه ها داشته باشد برای تو فهمانده میدهند که راه دارد زندگی کن، مثلا با نکاحی نه و یا باز تو نکاح میکنی و زندگی تا دوام دادن میگیری. لیکن اگر گویند راه ندارد تو دیگر حقوق نداره که این زن اگر صاحب فرزندم که باشد تو زنی کنی، حقوق نداره دیگر. و این فرزندهایی که به دنیا می آیند، اگر انسانی که زن طلاق شده را باز زنی میکند به یگان توصیه و به یگان فتوا و به یگان دلیل با او باز زندگی را دویم باره دوام دادن میگیرد، فرزندهای او همش ولد زنا هستند. مقصد زندگی حرام است. خانداری او مثلی که با زن بیگانه خانداری میکنند. و این خاطر فرزندهای او فرزندی هست که از راه زنا به دنیا آمدند. لیکن اونها را کلین گرفتن و داماد گرفتن گناه نیست برادر عزیز. اونها را کلین گیرین، اونها را داماد گیرین. فقط در شریعت اگر ملا باشند، مثلا ملا شد علم داشت، در برابر دیگر عالم ها پیشتر آمدن او جایز نمی شود. زیرا فقط یک عیب دارد که وی ولد زنا هست، پیشتر آمدنش مکروه است. اگر نباشد عالم ها این زمان دوای پیشتر آمدن نماز مردم خوانده می دهد. در بودن عالم ها وی حق ندارد که پیشتر آید، زیرا که الله که وی در نزد مردم بدنام شده است و در دل مردم نسبت او یک شک و یک گویم نفرت و یک بدبینی وجود دارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با سوال من جواب گردانید. سلام با دست بهتر است یا با زبان؟ و در آخر در حقم دعا کنید خدا شما را هدایت و توفیق نصیب گرداند. سلام با دستم بهتر است، با زبانم بهتر است. میبینیم اگر موضع با دست سلام کردن باشد با دست سلام میکنیم. موضع هایی که با دست امکانیت ندارد سلام کردن با زبان سلامش میدیم. فقط وابسته به امکانیت و شرایط است. مقصد وقتی میبینیم که انسان ها در اطراف خوراک نشستند و همه اونها دستی در طعام دارند، دیگر اینجا علاجی با دست سلام کردن نیست، اگرچنده که امروز مردم ما این مدنیت هم ندارند. دست در طعام است، به بالای سر مردم همین تا برآمده سلام کرده، بعد میشیند، بعد چی میگوید؟ که دل قرار نمیگیرد. دل تو قرار نمیگیرد، لیکن تمام کتاب ها فتوا میدهند که در حالتی که انسان طعام میخورد شما دستی به دست سلام نکنید. نه اونقدر وقتی از یک ساعت بعد طعام خوری که تمام شد میخیزی با به دست سلام کردن میگیری. فقط آدم ها را ناراحت کردن لازم نیست. میبینیم جای هایی که با دست امکانیت ندارد نمیکنیم، با زبان سلامش میدیم. برای هر دوش بهتر است، هر دوش سلام است. هم زبانن هم دستن سلام است. لیکن ابو موسی اشعری میگوید از حبیب خدا پرسیدن کدام اسلام، کدام عمل در اسلام بهتر است؟ حبیب خدا گفت دادن طعام و دوم گفتن سلام با شخصی که میشناسی و نمیشناسی. اینجا در ذکر دست هم نیامده است.
مثلا زبانان هم که سلام دهین، کسی را شناسین نشناسین، انشاءالله شما پاداش خوب در پیش خدا میکنید. دیگه اگر با دست سلام کنین، این در باز چی می شود؟ این در باز البته به البته یعنی مهر زیاد می شود اگر امکانیتی با دست سلام کردن باشد. یک مکتوب است بسیار صاحبش زاره و تولا کردن که خوانین خیلی بسیار می نویسین. من گفتم که همینا در همین یک جمله یا دو جمله تمام کنین. بعد بسیار خواهش میکنم که خطهاتون خوش خط نویسین. بسیاری خطای شما را من خواندن نمیتونم. خوش خط نویسین. السلام علیکم برادر محترم حاجی مرزا، من یک خواهر مسلمان شما می باشم و پیش از همه از شما منتداری. بعد شنیدن برنامه های شما من نماز راستا می خوانم، سطر می کنم، روزه سنت پیغمبر را می گیرم، هر روز دوشنبه و پنجشنبه. تشکر زیاد به شما. من زن و مادر می باشم و امید من در این مکتوب کردن در آن است که بعد از دنیا گذشتن 2 طفل و بعد گذشتن چندین سال یعنی 6 سال باز من امیدوار هستم. بسیار میخواستم که دعای شما و دعای پدران و مادران و برادران و خواهرانی که با شما نمازگزاری میکنند دعای شمایان را بگیرم تا اینکه پروردگار مهربان کند و این طفل را به ما با عمر درازش و با تن سلامتش، با عقل صالحش، با خدا ترسی و با ساترکنیش اگر دختر باشد، چون که بسیار میخواستم که پروردگار به ما یک دختر نصیب کند، چون که من زن هستم، یک بیمار و بستری میشوم، 2 پسر دارم و اینها را روا نیست. یک پسر کلانی هم خیلی یک فرزند بسیار دشوار تربیه می باشد. هرچند تربیه میکنم و میفهمانم نمیفهمد. دعا میکردید که این فرزند را هم خدا به راه راست هدایت کند. دعا میکردید که هر مراد و مقصدی نیکی که شوهرم دارد با مراد و مقصدش برسد. من باوری دارم و امید دارم که پروردگار با دعای شما و خاندان ما یک برکات و یک فیض و مکافات ان شاء الله خدا خواهد داد. 2 سوال دارم، یعنی خداوند این خواهر عزیزم فرزندکاش خداوند اخلاق حمیده نصیب گرداند و باز امید فرزند دارد. خدا فرزندا را با تن سالم و با عقل رسا نصیب گرداند و در حق شوهر هم دعا کنید. گفتن خیلی زنی خوبه بوده است، خیلی زنی مسلمان بوده است که در حق شوهر دعا طلب میکند. یعنی زنی هست که البته حرمت شوهر میداند، حقوقهای شوهر میداند و شوهرش مهربان است. خدای مهربان آن مرادهایی که این خواهر دارد و شوهرش دارد برآورده گرداند. در یک معرکه ماتمی اشتراک داشتم سوالش و شاهد آن گشتم که وقتی که زنها داخل خانه می شدند روی مرده را 3 بار با دستانشان مالیده و پیشانی اشان مالیده می بوسیدند. این درست است؟ نه، تماما درست نیست. مثلا امروز یک مصیبت دیگر هم داره ما و شما که همین یک مرده در کجایی که نشود آبادی و زنهای ما و شما هست. شوهر درک دارد ندارد نامعلوم است که او چگونه آدم بود، با شوهر این چگونه رابطه داشت. همین شنید تمام دیگر تا نصف روز در خانه همون مرده‌دار می نشینند، دیگر از اطراف اون نمیخیزن. این شما یک بار مشاهده کنین روی نالی ببینین. ما کو چندین معرکه های مصیبتی که زنها جمع میشوند ما میرویم کو نزد اونها گپ میزنیم، سخنرانی میکنیم. وقتی میروی هر کدام او به خودش صحبت دارد، پروای مرده ندارد، فقط نگاه میکند که کی میآید، چی میگوید، چی میشود. این اینقدر کار است. حالا که رفتن اون نه فرض است نه واجب. ما خودمان میریم دعا میکنیم، جنازش هم میخوانیم، بس از کفایت میکنه. ببینید مقصد اسلام بزرگیش ببینید که رفتن اینها را که ناجایز میداند به خاطر این است که وقتی که اینا وارد خانه میشوند همان روی مرده را میکشایند، 3 بار زیارت میکنند، در دیده هاشون میمالند و بعد نشسته مثال گریه دارد، گپ دارد، دوام دادن میکنند. این چی معنی دارد؟ حالا که ببینین مرده شوی ها را دستاشون در دستکشک دارن وقتی مرده را میشویند، زیرا از روی تیب هم همین است.
او مرده است و تمام دیگر او بدن او را دیگر مالیدن و قپیدن و مثال دیگر این اجازت نیست خودش. دویم بعد در آنجا من ناگهان عطسه زدم. بعضی از آنها گفتند که این عطسه کثرتی دارد، یعنی که عمر مرده را دراز میکند. عمر مرده را دراز، مثال مرده ها پی در پی میشوند. کمپیر فرمان داد که به پس سر این زن 3 شپلاق زنید و درز کرته‌اش را کنید، گویا که این پیشگیری مرده را میکند. من هرچند گفتم که خاله این نادرست است، شما گناهگار میشوید، نمیفهمیدند. گفتگیشون را کردند. این را هم میفهموندید که این شرک است یا خرافات. با احترام یک خواهر اسلامی شما، ولی خرافات است. ما در اطراف خرافات ها خیلی است. همون در معرکه های نکاح چی کارها بودن، با توفلی رفته در بالای کرپچه نشستن و یک سوزن دیگر در دست یک زن و در پشت شما سوزن زدن و دیگر عمل هایی که مثال در همون شبها انجام میدادند، اینا هم از جمله خرافات اند. دادرای عزیز، اکنون دیگر عصر نیست که ما و شما هم تا نافهم باقی مانیم. اکنون عصر آمده است که عصر ترقیات است، عقل بیداری است، عقل فهم است. تا حال اگر ما این چنین مثال به خرافات ها رفتن بگیریم، این در اسلام ما و شما زیان و زلال کلان دارد. السلام علیکم بابای حاجی مرزا. ما شکرانه پروردگار میکنیم که در سرزمین ما پند و نصیحتگر الله را آفریده است و شما را و ما همه خلق دوست می‌داریم. التماس میکنم بابای حاجی مرزا سوال من را جواب گردانید. میگویند که دختر از پدر و مادر حرامی تولد شده است، آن را به زن بگیری 7 پشتت حرام میشود. بابای حاجی مرزا التماس میکنم جوابش را دهید. الحال من گفتم که دختری که اگر یا بچه‌ای که از راه حرام به دنیا می آید، چه از زن طلاق شده چه از راه زنا به دنیا می آید، آن بچه و آن دختر هیچ عیب ندارند. دادر عزیز، هیچ عیبی ندارند. اونها را کلین کنین، اون بچه ها را داماد کنین، اگر اخلاق حمیده داشته باشند، اگر خلق و فعل خوب داشته باشند و پسند ما و شما باشند و آینده ما و شما را از رفتارش میبینیم که حرمت میکنن، کلینش میکنیم. اگر بچه خوب باشد، خدا ترس باشد، از راههای نادرست در راههای نادرست نباشد، مرحمت و ما داماد اختیار میکنیم. با که ندارد وای 7 پشتی آدم حرام میکنند، اینا هیچ اصلی ندارد. همچنان او روز یک کسی دیگه هم زنگ زدن که من یک دختری پامیری را دوست میدارم، لیکن دختری هست که 5 وقت نماز میخواند. میگویند که این پامیری را نگیر که 7 پشتت حرام میشه. درست است یا نه؟ این در اسلام پامیری و کولابی و حصاری و روس و اینها هیچ اعتبار ندارند. دادر عزیز، ببین خدا در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم میگوید، از همه با تقواترین شما، از همه با عزیز و با احترام شما نزد من خدا گفت آن کسی هست که تقوا دارد، نابسه از ملتی او، نابسه از محلی او، نابسه از نسبی او. با این خاطر هر کسی که نباشد خدا را میشناسد، خدا را اطاعت میکند، در کدام ملت و در کدام نسبی که نباشد، برای شما گرفتن او یگان زیان و زلال ندارد. السلام علیکم پیشوای دینی اکای حاجی مرزا. اولا خداوند زبان شما را از این هم شیرین تر گرداند. ما یک گروه جوان ها سوالی داریم. اینجا شکایت از معلمه و یک معلم آمده است. من نامهای اونها را نمیخوانم، زیرا که اینجا این برادر میگوید که معلمه ما را از عقل دشنا میدهد و معلم ما از پدر و از مادر دشنا میدهد. این گونه معلم ها را ما احترام کنیم نکنیم؟ دادرای عزیز، راستی بار من چندین بار عقیده خود من نسبت اینها گفته بودم
و باز میگویم که اینا شاید اساس ندارند. من هیچ باورم نمی آید که معلم طلبه را از پدر و از مادر دشنام دهد، یا هیچ باورم نمی آید که همون معلمه در عقل شما دشنام دهد. هیچ وقت من باوریم نمی آید. باور کنید، از صدق میگویم که باوریم نمی آید، زیرا که وی نامش معلم است و نام او معلمه است. حتی نام پیغمبر خدا را هم گویم که حبیب خدا را معلم بشریت میگویند، مقصد تعلیم دهنده هستند. اونها برعکس ماها را از دشنام دادن، از غیبت کردن، از سخنهای قبیح گفتن، کاری اونها همین است که باید ما را پیشگیری کنند. هیچ باورم نمیاد که شما را دشنام دهند، لیکن اگر دشنام هم که دهند، شما می توانید که در جواب او مثال دشنام ندهید، بلکه می توانید که با همون مدیرهای کلان اونها شکایت کنید، همون بالاتری او شکایت کنید که معلم من مرا از مادرم یا از پدرم یا از فلان مثال دشنام میدهد، مرحمت شکایت کنید، ان شاء الله نسبت اونا چاره میبینند. از همه راه خوبش همین است. دادرای عزیز، هیچ وقت من شما را تاکید میکنم، به خدا قسم گناهگار میشوید. سباب المسلم فسوق، پیغمبر میگه کسی یک آدم مسلمان و مؤمن دشنام میدهد و حکم فاسق دارد. با این خاطر هیچ وقت شما دشنام ندهید، بگذار وای دشنام دهد. شما دشنام فقط شما شکایت کنید. حضرت سعدی هم گفتن ادب از کی آموخته؟ گو از بی ادب. هرچی اونها بد کردن در چشم من بد آمد و من ترک ساختم. مثلا ببین دشنام دادن همون اگر برای تو نفرت آورد، تو را ناراحت کرد، بسیار کاری ناخوب بده، تو هیچ وقت برای خود این عمل اختیار نکن. السلام علیکم داملا حاجی مرزا. ما یکی از نمازگزارها از ناحیه سوید آمدیم و یک ملای داریم. نسبت اینجا در بعض تنقیدها هم نسبت وی کرده است. برادرای عزیز و گرامی، من گفتم که یک دیگرتان تحقیر نکنین، یک دیگرتان کفت و کاو نکنین. حتی خدا ولا تجسسوا در قرآن میگوید تاریخ حیات یک دیگرتان ورق نزنین. اینجا چند چیزی که گفته است باور کن در اکثر نمازخانها هست. یک زمان نمازخان عرق نوش بود، یک زمان عرق مثال زناکار بود، یک زمان خیانت میکرد، دزدی میکرد. خیلی امروز قطع کرده است، بس کرده است، یگان گناهی نیست برادر عزیز. شرط نیست که وای یک بار عرق خورد یا دو بار عرق نوشید یا یک زنا کرد یا یک کاری گناه کرد، وقتی که وای بعد آمده و قطعی شما نمازخوان، شما یک عمر دیگر همون تاریخ کنه و ورق زدن گیرین، این در با شما گناهگار میشوید. ببینید شما تاریخ حضرت عمر این قدر من در اطراف 8 جمعه گپ زدم. اول حیاتش چگونه بود؟ خدا رحمتشون کند. اول همونها هم در همون مجلس های عرق نوش ها می نشستن، اونا هم کارت کشیدن پیغمبر خدا را قتل میکنیم که خدا هدایت کرد، تمام دیگر و ما کفته میگردیم. برای این هر چی بود نبود اونا را شما گذر کنین. امروز خدا را شکر که وای مثال از همین راهی بد گشته و شما همیشه دعا میکنیم که خداوند همه بندگانش از راهی بد گرداند. از راه بد گردانیده است، پیشوا شده است، ملاتان شده است، با که ندارد احترامش کنیم، به قدرش رسید. لیکن اینجا گفته است تجوید نمیداند، مقصد قرآن میخواند و به تجوید. اینش خیلی نادرست است. مقصد آن کسی که پیشوا میشود باید قرآن با تجوید خواند، با ترتیبش خواند. بعدا حق دارد که مقصد مردم نمازش خوانده دهد. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله در حق برادرایی که در این مسجد دستیاری دراز میکنند، برای آبادی این مسجد کمک میکنند، در حق اونها دعا میکنیم. نماز به خاطری که باز بیرون در برادران نماز خوانده ایستادند و یک جنازه هم حاضر هست، بر وقت نماز سر میکنیم. از جنازه پسری استا بابا اینجا یک مبلغ آوردن، در حقش دعا کنید. گفتن این الحال جنازه‌ای که میخوانیم اینا هم صنف های ما بودن، خدا رحمتشون کند، جوان از دنیا گذشتند. دویم مرحوم رستم جان معاش آخری نش. رستم جانی که در اینجا ما و شما هم جنازه‌اش خواندیم که سینی مبارکشم به 20 رسیده بود، معاش آخرانش گرفتن و بعد به همین مسجد ارسال کردن که در حقش دعا کنیم خدا رحمت و مغفرتش کند. یک گروه برادران از دوشنبه
برای قرضهای مسجد کمک کردند. نوکی ما قریب 5 روز در دوشنبه بودیم، همون قرضهایی که در ذمه ما هست، خدا را شکر که یک قسم برادرها اگرچند نام اونها را بردن شرط نیست، قریب 50% قرضها را خدا را شکر که آنها کمک کردن، یاردم کردن، قرضها را کندیم، گفتن در حق من همه کس دعا کنیم. گفتن خداوند عمرهاشون دراز کنه و خدا باز دولت و سهولتشون زیاده گرداند و همه آرزوهای نیکی دنیوی اخروی خدا موفقشون گرداند. آمین یا رب العالمین.